سلام دوستان قند، به یک خبرشوی دیگر از فانوس خوش آمدید. پیش از آن که به سراغ خبرهای برویم که به نظر من گفتنش اینجا مهم است، از شما دعوت میکنم به فانوس ابونه شوید و آن را به دوستان خوبتان توصیه بدید. فکر و اندیشه و ارائه‌تان را هم بنویسید. از همراهیتان خوشحالم. رفتیم. امردین علوچایف یکی از چهره‌های پرنفوذ میان جوانان بدخشان در اکران تلویزیون حضور پیدا کرد. در نواری که تلویزیون دولتی بدخشان نمایش داد، او میگوید از کرده‌هایش پشیمان است و خودش به تاجیکستان برگشته است. این اظهارات به نفع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شد. محض همین نهاد در نشست خبریش اعلان کرده بود علوچایف خودش به وطن آمد و پسان بازداشت گردید. در حالی که دادستانی کل گفته بود امردین علوچایف با درخواست تاجیکستان در روسیه بازداشت و بعداً استرداد گردید. این اظهارات به دعوای نزدیکان علوچایف نزدیکتر بود که گفته بودند اولهای ماه ینور در روسیه بی‌درک شده است. امردین علوچایف در نوار تلویزیون بدخشان به چند عمل غیرقانونی اقرار می شود که به گفتش در گذشته انجام داده است. از کردم سخت پشیمانم، هزاران مراتب توبه کردم و دیگر به جنایت دست نمیزنم، تاکید میکند وی. یک قسمت اساسی صحبت او درباره محمد باقرов یکی از لیدران غیر رسمی بدخشان می باشد. در خطاب به محمد باقرov تاکید میکند که با قانون جنگل زندگی کردن بس بودگی است. اینکه نوار در چه شرایط ثبت شده است معلوم نیست. اما آرز وزیربیکوف از دیگر رهبران زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در مسکو گفته است اگر در دوشنبه پیدا شد با خواهش خودش نرفته است. او با نشر یک اظهارات ویدیویی گفته است که مقامات تاجیکستان میخواهند او را از شهروندی روسیه محروم و به تاجیکستان اخراج کنند. وزیربیکوف میگوید نقشه سفر به تاجیکستان را ندارد و اگر رفت و در تاجیکستان پیدا شد پس این کار با خواهش او صورت نگرفته است. نگرانی وزیربیکوف در حال است که اخراج شده دیگر از روسیه چهارشنبه‌یوف مثل امردین علوچایف در بازداشت قرار دارد. و اخیراً رسانه‌ها گفتند مفتشان اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی را از پروندهش برداشتند. اما این به معنی کلاً قطع شدن پرونده او نیست. چهارشنبه همچنین به دعوت به سرنگونی حاکمیت توسط اینترنت متهم می شود که از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی می کند. بر اساس خبرها پرونده وی الکی به دادگاه رفته است و اینکه چه حکم او را انتظار است وقت نشان می دهد. در ولایت ختلان بام یک مکتب فرو رفت. خوشبختانه کسی آسیب ندیده است. حادثه نصف روز 11 فوریه در مکتب رقم 31 دهه وحدت ناحیه عبدالرحمن جامی به وقوع پیوسته است. وزارت معارف و علم تاجیکستان اعلام کرد قبل از فروروی تمام خوانندگان و آموزگاران حجت‌های ضروری و میز و کرسی‌ها از بنا بیرون کرده شدند. وزارت گفته است بینای بامش فرو رفته از 6 صنفخانه عبارت بود و در آنجا 258 خواننده صنف‌های 5 8 10 11 تحصیل می‌کردند. گفته می‌شود این بنا سال 1957 ساخته شده است. حالا خواننده‌ها تحصیل را در مسجد ادامه خواهند داد که چند سال پیش غیر رسمی اعتراف شده درش را بسته بودند. در تاجیکستان شماری چنین مکتب‌های کهنه کم نیستند. شکر که در ناحیه عبدالرحمن جامی عاقبتی بد نداشت. البته ترک پیشه کردن آموزگاران برای وزیر محترم فاجعه نیست، اما فرو رفتن بام مکتب می توانست با فاجعه تمام شود. امید می‌بندیم مسئولین از این حادثه درس گرفته باشند و من بعد علاج واقعه را پیش از وقوع دریابند. قربانگل بردیمحمدov احتمال کرسی پرزیدنتی را ترک می‌کند. در جلسه غیر نوبتی پالاتای بالایی پارلمان خلق مصلحتی بردیمحمدov 64 ساله اظهار داشته است که اکنون به جوانان امکان دادن لازم است تا اداره کنی دولت را به دست خود بگیرند. او گفته است گرفتن تصمیم برایش خیلی دشوار بود. حالا برای ما هم باور کردن اینکه بردیمحمدov با کرسی پرزیدنتی خداحافظی میکند خیلی دشوار است. انتخابات غیر نوبتی پرزیدنتی در ترکمنستان 12 مارس سال روان در نظر است. بردیمحمدov که 15 سال است در کرسی ریاست جمهوری تکیه میزند تاکید کرده است که از رهبری پورا نمی رود و به حیث رئیس خلق مصلحتی کار کردن می خواهد. این سناریو چیزی را به خاطر می آورد. قزاقستان را
назарбоев هم بعد 28 سال پرزیدنتی سال 2019 کرسی را به اختیار قاسم جمعت توقیف گذاشت و خودش میبایست تا مردن شورای امنیتی را رهبری میکرد. اما اعتراضهای ماه ینور سبب شد که آخرین وظیفه‌ها را از او گرفتند و خیش و تبار بیشمارش را هم از وظیفه‌های روغنی محروم کردند. اما بردیمحمدوف را نباید با چشم کم دید. او البته از وضع قزاقستان سبق درکاری گرفته است و از این رو تجربه آذربایجان را عملی کردن می‌خواهد. او کدام یک قاسم جمعت ترکمن را نه، بلکه پیسر خودش را در تخت دیدن می‌خواهد. در انجمن نهم غیرنوبتی حزب دموکرات ترکمنستان علیه نامزدی سردار بردیمحمدوف به مقام ریاست جمهوری تصدیق شده است. سردار حالا معاون نخست وزیر است و اکنون با شرافت پدر تا سردار واقعی شدنش یک قدمی دیگر مانده است. سپاس که تا اینجا همراه ما بودید. به فانوس ابونه شوید و آن را به دوستان خوبتان توصیه بدید. تا صحبت‌های دیگر سربلند بمانید. خدا نگهدار و خیر.